بازی بدون گل در جریان. ترکیب رو مفصل در موردش صحبت کرده. موقع برای تراکتور در همین ابتدای کار توماگوی دروژک هاشم میشد ضربه بعدی و توپی که از کنار دروازه خطرناک به بیرون رفت. بازی پرهیجان. چه خبره در ورزشگاه یادگار امام، چه خبره در راههای منتهی به ورزشگاه. فراتر از ظرفیت ورزشگاه، عدد و رقم نگیم، خیلی یه بازی پرهیجان. جدا از حالا ارسال رو دروازه، تیر یک موقعیت برای استقلال توی دروازه گل برای استقلال. ورزشگاه در سکوت مطلق فرو میره. ارسال رامین رضاییان نه چندان جالب و توپی که اونجا تبدیل به گل شد علیرضا کوشکی بود که داخل محوطه جریمه دروازه تراکتور رو باز کرد به این شکل. دروژک و شجاع که نتونستن توپ رو دور کنن. این ارسالی که اومد یک کمکار رو کرد اندونگ و توپی که توسط کوشکی تبدیل به گل شد. یه بار دیگه در تصویر ملاحظه می‌فرمایید که به این شکل دروازه تراکتور باز میشه.